علیم شیرزمانوف سیاستمدار مخالف زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 16 ایول سال 2023 در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد که مقامات تاجیکستان ظاهراً نقشه دولتی کردن دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خوروغ را کشیدند و به این مقصد بنا به اطلاع او از جانب دادستانی در مورد سرتیفیکات زمینی مربوط به این دانشگاه در محله دشتک شهر خوروغ عریضه دعوایی وارد شده که در آن ادعا می شود که گویا در وقتش این مکتب عالی مربوط به فوند آقاخان این زمین را غیر قانونی به دست آورده است. معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف در تاجیکستان ممنوع نیروهای مخالفین تاجیک یادآور شده است که این دانشگاه با سند بین دولتی میان جمهوری‌های قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و فوند آقاخان تأسیس شده از جانب پارلمان‌های این سه کشور به تصویب رسیده بود. به اطلاع او ساختارهای مربوط به آقاخان تا امروز به دانشگاه آسیای مرکزی بیش از 100 میلیون دلار مبلغ گذاری کردند و طبق نقشه حجم سرمایه گذاری ها به این مکتب عالی باید تا به 600 میلیون دلار رسانیده شود. مقامات تا کنون این خبر را شرح ندادند، ولی دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان هفته گذشته اعلام کرده بود که روز 12 ایول درخواست دادستانی ولایت مختار کوهستان بدخشان در مورد به اعتبار دانستن سرتیفیکات حقوق استفاده زمین دانشگاه آسیای میانه و به حکومت شهر خوروغ برگرداندن این زمین را بررسی میکند. درباره نتیجه های این بررسی و چه قرار قبول کردنش پیرامان زمین دانشگاه آقاخان تا کنون دادگاه عالی اقتصادی یگان اطلاع نداده است. دو ساکن شهر خوروغ بدون ذکر نام به رادیو آزادی گفتند که آخرهای سالهای 90 شبکه آقاخان زمین و خانه های آنها را در محله دشتک با نرخ 75 هزار دلار خرید. به گفته این ساکنان آنها از این مبلغ قانع بودند و هیچ شکایتی نداشتند. 2 هفته قبل نماینده مقامات انتظامی و دادستانی ما را دعوت نموده گفتند که خرید و فروش زمین منزل‌های شما با تشکیلات آقاخان نادرست انجام شده است و می توانید دوباره شکایت کنید. گفتند این ساکنان. یکی از آنها گفته است که مقامات از او خواستند که تا بگوید که پولی برایش پرداخت کرده فوند آقاخان کم بود. دانشگاه آسیای میانه سال 2000 در اساس شرطنامه بین المللی که آقاخان رهبر اسماعیلی‌های دنیا با حکومت‌های تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان امضا کرد تأسیس یافت. کمپوس اول این دانشگاه سال 2016 در شهر نورین قرقیزستان قامت افروخت و کمپوس دوم آن سال 2017 در خوروغ در خود را برای دانشجویان گشود. ساختمان کمپوس سوم دانشگاه آقاخان در شهر تکلی ولایت ژتسیو سابق ولایت الماتای قزاقستان به نقشه گرفته شده است. بعد سرکوب خونین اعتراضات در ولایت مختار کوهستان بدخشان، ساختارهای آقاخان در این ولایت مختار تحت فشار شدید قرار گرفتند.